نزول نکن، وامم نگیر، حتی اگه همه چکات خواست برگشت بخوره. ولش کن این حرفایی که میگن اعتبارت خراب میشه. بذار اعتبارت خراب بشه ولی خودت خراب نشی، نری گوشه زندان. ببین پول نزول پول سنگینیه، من کاری با درست و غلطش ندارم. تو 1,000,000 تومن نزول کنی نمیتونی پسش بدی، با اینکه الان 1,000,000 تومن پول 3 تا پوشک بچه است. پول نزول پول سنگینیه. این حرفایی هم که میان طلبکارا میکنن تو کلت که اعتبارت خراب میشه، نمیدونم این اتفاق میفته اون اتفاق میفته، به جنس میدن، اینا همه دارن زیر تو رو روشن میکنن، داغت میکنن که بری اون پول سودیه رو بگیری که بدبخت بشی. ببین نهایت اینه، جنسشو نفروش، بگو آقا جنست مونده، بیا جنستو بهت بدم. خیلی بهت کلید کرد، خیلی بد پیله بود، بد حرف زد، هی بهت زنگ زد، بگو برو شکایت کن. باز از اون بدتر هرچی بهت حرف زد بهش گفت چکت برگشت خورده و مرد که چکش برگشت نمیخوره و اینا، بگو چک داداش من علف که نمیخوره که برگشت میخوره، باید یه چیزی بخوره که سیر بشه. یعنی مرحله آخرم نزول نکن.